تمدنی با علمی پیشرفته تر از آنچه امروز به عنوان تکنولوژی روز می‌شناسیم. غبار گذر زمان روی حقیقت این موضوع هم نشسته. اول بیایید ببینیم راجع به این تمدن چه چیزهایی در دسترس هست. تارتاریای بزرگ یا تاتارستان نامی عمومی بوده که اروپاییان به سرزمین‌هایی از آسیای مرکزی و شمال و شرق آسیا که برایشان ناشناخته بوده می‌گفتند. این تصویری از نقشه آسیا نزد اروپاییان در سال 1754 میلادی است. سیبری تحت کنترل روسیه را تارتاریای بزرگ می‌گفتند. اما شایعات در مورد تمدن به عمد محو شده از صحنه روزگار از سال 2016 شروع شد. به چند دلیل این شایعات قوت گرفت. این شایعات با دلایل معماری خاص بعضی سازه‌های مهم دنیا مثل آسمان فراش سینگر در منهتن نیویورک و ایستگاه پنسیلوانیا در جهان غرب و سازه‌هایی مانند اهرام بزرگ گیزه، کاخ سفید که چطور این سازه‌های عظیم با علم و تکنولوژی ابتدایی اون سالها ساخته شده. بدون جرثقیل، بالا برق، پمپ‌های برقی و هیدرولیکی. البته این پرسش‌ها واقعاً به حق هستند، چون ساختن یک ساختمان 8 طبقه حتی امروز هم کاری بسیار دشوار و طاقت فرساست. چطور ساختمان سینگر با 47 طبقه در سال 1908 میلادی ساخته شده؟ این احتمال را می‌دهند که سیلی عظیم در آن زمان خشکی‌های زمین را فرا گرفت و حدود 5 متر گل و لای جهان را پوشاند و البته ساختمان‌های تمدن پیشرفته تارتاریا نیز به زیر گل فرو رفتند. مدارک این ادعا هم قسمت‌هایی از ساختمان‌هایی است که زیر گل فرو رفتند. جالب اینجاست این بخش‌های فرو رفته در گل دارای عناصر درب و پنجره است. راستی درب و پنجره در زیر زمین به چه دردی می‌خورند؟ از پر بیراه نگفتند. این ادعاها تا آنجا پیش رفت که نظریه تکامل را زیر سوال برده و میگوید گونه تارتاریا قبل از انسان امروزی بر روی زمین زندگی می‌کرد و این بناها مربوط به دوران گونه تارتاریا است. عکس‌های مرموز وجود دارند که شهرهایی را در حالی نمایش می‌دهد که حتی یک نفر هم در تصویرها نیست. عکس‌ها ظاهراً در میانه روز گرفته شدند، ولی هیچ کس در تصویر نیست. این موضوع برای شهری با آن عظمت غیرعادی است. نکته بعدی این است که عکس‌هایی که در آن مردم حضور دارند از نظر همخوانی ساختمان‌ها با لباس و وسایل نقلیه مورد استفاده مردم تضادی معنادار دارند. چطور ساختمان‌هایی بلند مرتبه با نماهایی بسیار پرداخت شده و زیبا به دست انسان‌هایی ساخته شده که با درشکت و 4 پایان جابجا می‌شدند و لباس‌هایی ساده و رداگونه به تن می‌کردند. و همچنین چرا در شهری که ساختمان‌ها اینقدر پیشرفت کرده‌اند، جاده‌ها و خیابان‌ها عقب مانده‌اند و خاکی و گلی هستند. نکته جالب توجه اینجاست که آسفالت نه به شکل امروزی اما غیر به جهت روسازی راه قدمتی 1000 ساله دارد. آسفالت امروزی هم سال 1824 میلادی اختراع شد. حتی دوربین عکاسی هم سال 1826 اختراع شد، یعنی پس از اختراع آسفالت. پس چرا در عکس‌ها خیابان‌های شهر خاکی و گلی هستند؟ نظریه پردازان میگویند که تاریخ نویسان رسمی عمدن تارتاریا را نادیده گرفتند یا آن را با مغول‌ها و تاتارها اشتباه گرفتند و همچنین مدعی هستند که سن بناهای با شکوه موجود در آمریکا، اروپا و روسیه خیلی قدیمی‌تر از آن چیزی است که به ما گفتند و پنهانکاری برای جلوگیری از کنجکاوی مردم در مورد چگونگی ساخت این بناهای عظیم در زمان عقب ماندگی تکنولوژی جهان است. ساختمان‌هایی با معماری مشابه در سراسر جهان می‌توانست ذهن انسان امروزی را به فکر فرو برد و این کنجکاوی‌ها می‌توانست منجر به لو رفتن اسرار تارتاریا شود.
تمدنی که گویی در سراسر جهان به صلح رسیده بود و جهانی یک پارچه در صلح مخالف خواسته حاکمان جدید جهان بود. پس جهان را در جنگ فرو بردند تا به بهانه حمله به دشمن سازه‌های عظیم و پیشرفته تارتاریا را نابود کنند. بسیاری از ادعاهای مربوط به تارتاریا از تفسیرهای نادرست عکس‌ها، نقشه‌ها و مستندات تاریخی ناشی می‌شوند. برخی از طرفداران این نظریه از منابع دستکاری شده یا ساختگی استفاده می‌کنند. تارتاریا یک افسانه مدرن است که از ترکیب اطلاعات تاریخی واقعی و تخیلات توطئه‌گرایانه ساخته شده است. در حالی که بررسی تاریخ پنهان جذاب است، هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که ثابت کند یک تمدن جهانی پیشرفته به نام تارتاریا وجود داشته و سپس نابود شده باشد. با کمی تأمل می‌فهمیم که این داستان چقدر به آتلانتیس شباهت دارد. در نهایت مثل همیشه آگاه باشید و آگاهانه زندگی کنید. هر هفته یک موضوع اسرارآمیز رو مورد بررسی قرار میدیم. اگر علاقه‌مند هستید با زدن دکمه سابسکرایب به خانواده عجیب و غریب بپیوندید. خدا یار و نگهدارتون.